دوستای عزیز، باز هم خوش آمدید به حل سوالات کنکور بخش انتگرال. سوال داریم، سوال ششم. انتگرال x به توان 6 منفی 1 در x به توان 6 مثبت 1 بر x به توان 8 dx. ما نظر به این که در انتگرال دو قوس مزدوج در حالت ضرب قرار گرفته، در صورت ما می توانیم با استفاده از مطابقت های مزدوج ها a منفی b ضرب a مثبت b حاصل میشه a مربع منفی b مربع و در بجای x به توان 6 بجای b 1 قرار گرفته. سوال ساده حل میکنیم. انتگرال x به توان 6 است. x به توان 6 کل به توان 2. در این حالت منفی 1 به توان 2 از قوس مزدوج مربع اول منفی مربع دوم بر x به توان 8 dx. سوال بسیار آسان. انتگرال در صورتی که توانها بینشان قوس وجود داشته باشد، توانها کل شده باشد، در حالت ضرب میشن. x به توان 6 2 12 منفی 1 به توان 2 1 بر x به توان 8 x به توان 8 dx. در این حالت جدا جدا نوشته میکنیم انتگرال x به توان 12 بر x به توان 8 منفی 1 بر x به توان 8 داخل قوس انتخاب میکنیم dx. اگر از مخرج‌های مساوی یک مخرج انتخاب کنیم، دوباره صورت‌ها را از هم تفریق نظر به قوانین کسر اختصار میکنیم. در این حالت میشه انتگرال x به توان 12 تقسیم x به توان 8 x به توان 4 منفی x به توان منفی 7 dx. x به توان منفی 8 البته x به توان منفی 8 از مخرج که به صورت انتقال کنه علامت تغییر میکنه منفی 8. در این حالت ما انتگرال یا تابع اولیه خود دریافت میکنیم. بسیار آسان. در صورتی که متحولین یا x y توان داشته باشه، توان جمع 1 در صورت، در این حالت x به توان 4 مثبت 1 بر مخرج هم این حالت 4 مثبت 1 در صورت توانش را با جمع 1 میسازیم، در مخرج توان جمع 1 نوشته میکنیم منفی x به توان منفی 8 جمع 1 منفی 8 مثبت 1. ساده سوال ساده تر میسازیم. x به توان 4 جمع 1 5 بر 5 منفی x به توان منفی 8 مثبت 1 منفی 7 منفی 7. در نتیجه جواب نهایی ما دریافت میشه 1 بر 5 x به توان 5 منفی ضرب منفی مثبت 1 بر، اگر در مخرج انتقال بتیم 7 x به توان 7 مثبت 30. جواب نهایی ما به همین حالت دریافت میشه که شما میتونید شکل سوال را از حالت صورت به مخرج انتقال بدید. در صورت فقط باقی میمونه 1 x به توان منفی 7 در مخرج بر x به توان مثبت 7 میشه و در مخرج هم 7 قبلا داریم.